فصل تابستونه. حالا یه راهکار برای پژو سوارا که ماشینشون داغ میکنه تو فصل تابستان براتون میذارم که چطور با آب برف پاکن مقصد برف پاکن بتونید پژو خنک کنید. یه شیلینگ تراز میبینید، شیلینگ تراز رو وصل میکنید به این سر کمکمه برف پاکن که آب میره به برف پاکن پاک میکنه. اینجا وصلش میکنیم میاری میذاری اینجا رادیات سوراخش میکنیم. اینجا سوراخ میکنید با یه سوزن ریز سوراخ میکنید. بعد سوکت برف پاکن اینجا ازم جدا میکنید، جداش میکنیم. برو پشت ماشین بی دسته آب بزنه دسته برف پاکن میگیری اینجوری خنک میشه. آب مقصد بیاد تو فصل تابستان برای پژو سوارا.